خوش اومدید. امروز به شهر زیبای انزلی سفر کردیم و قرار شده که اینجا رو بگردیم، براتون ویدیوهای قشنگ تهیه می‌کنیم. من که آیدی کانالم میذارم زیر این پستم و اینکه من موها بالا بسته بودم تو ویدیوهای قبلی موجوده، حالا می‌بینید، حالا یا تو استوریات و ویدیوها. و اینکه الان تصمیم گرفتم موها باز کنم و اینکه دیگه دیگه موها باز. سلام و درود و عشق بهتون، با ما همراه باشید. بزن که بریم. دوستان عزیزم، در مرحله اولی که هستیم داریم میریم پل قاضیان و بندر تا اینکه همراه ما باشید. داریم میریم اونجا به صرف نهار خوش بگذرونیم. داریم میریم در روی پل قاضیان هستیم. زیبایی بندر انزلی قابل مشاهده هستش، دیگه نیازی به گفتگو نیست. اون کشتی که بر سر جنگی که اتفاق افتاده سوخته. شرکت تعاونی دریادلان به شما هست. دوستان عزیزم، ما به مقصد بعدی رسیدیم. بازار قشنگ آسیایی میانه. نسبت به سالهای پیش خب اینجا یکم بعد از جنگ بی‌رونق‌تر شده، ولی خب این تعداد آدمای کمی اینجا هستن، مغازه‌ها بیشتر تعطیلن. ریملا قیمتش چنده؟ 250. برای مقصد بعدی به انزلمال اومدیم. همونطوری که میبینید اینجا بسیار بزرگه، ولی خب رونق تجارت اونجوری زیاد نداره. جای خیلی قشنگیه. بریم ببینیم این انزلمال که میگن دقیقا چیه. مامانو در کادر داریم. فکر می‌کنم یه اشل کوچیک از ایران مال تهران باشه، خیلی کوچیک. ولی خب تو این شهر معروفه دیگه. چه به خاطر قشنگی که درست کردن، گل و گیاه و منظری که ساختن، واقعا خیلی توی رونق اینستاست، رونق پولی نیست. آزاد اینجا واقعا خیلی آرامش داره و خب مثلا کسی که اینجا میان خب خیلی کمه. الان شاید مثلا 4-5 تا آدم قابل شمارشن آدمایی که اینجا هم، ولی حسن معمولا این شکلی نیست و منطقه آزاد اصلا اونجوری چیز نیست، ولی در کل خوشم میاد، خیلی قشنگه اینجا. قسمت اصلی گردش ما منطقه آزاده. خریدای عمده و اصلیمون قرار اونجا انجام بشه انشالله و اینکه دیگه گفتیم که بیایم به همه جای اینجا رو به شما نشون بدیم و خودمون
اینجا رو میدونستیم کجاست و دیده بودیم، ولی گفتیم برای ویدیو دوباره اومدیم و مامان پا به پای ما داره میه. بازم مثل این که امروز اعتقادی به دوربین نداره. و دیگه پایان انزلمال قشنگ ما. بریم سراغ جای دیدنی بعدی. جواب منو بده. نگهداریش بکنه. حالا آمدیم بازار پردیسان انزلی. همطور که میبینید تعطیل همه جا و حالا نمیدونم ساعتش جوریه که کسی نیست. البته پرسیدم از کسبه، گفتن نه خیلی کارشون کساد. همطور که میبینید یکی در میون مغازه اصلا تعطیلن و این بلاییه که بعد از جنگ سر کسب و کارها آمد. خب حالا آمدیم به تالاب انزلی. خیلی خلوته. حالا چون امروز هم وسط هفته است، یعنی پنجشنبه جمعه فکر میکنم شلوغ باشه. عزیزم به یه جای قشنگ دیگه انزلی اومدیم و اینجا تالاب انزلی هستش، همونجوری که قابل مشاهده هست. و اینکه اینجا از قدیم ها خیلی مشهور بوده به زیباترین جای ایران. و اینکه بزنیم که بریم ببینیم که این منطقه زیبا چه ویژگی های و خاصیت هایی داره. این مجسمه یه داستانی داره و داستانش اینه که ایشون سیروس خان هستن، بازیکن معروف فوتبال ایران. و اینکه من وقتی بچه بودم خیلی از این مجسمه می‌ترسیدم و یه زمانی بود که گفته بودن این مجسمه رو جوونا شکوندن و اینکه شکلش خیلی بچه داخل این است که می‌دیدم. و بچه بودم وقتی اون خبر رو میشنیدم و میمدیم اینجا گریه میکردم که من نیام اینو ببینم و خیلی ازش میترسیدم. الان دیگه نمیترسی ازش؟ الان دیگه نمیترسم. الان دیگه بزرگتر از این شدی. مجسمه رو بازسازیش کردن و اینکه قابل مشاهده هستش چیه. هم کسب و کارهای کنار بولوار انزلی. آخه از این فرفره ها که بچگی شهر با صفای انزلی آب و هوای بسیار خوبی داره. جای تک تکتون اینجا خالیه، سکون و آرامشی داره که وصف ناپذیره. اینجا شهریه که ما خیلی از قدیم الایام آمد و رفت داشتیم داخلش و کاملا برای ما یه فضای نوستالژیک خاطره
ساز داره. این همه سرسبزی که اینجا هست، همونطور که از اسم این بندر مشخصه، بندر پهلویه، چیزی که مربوط به زمان پهلویه و دیگه مشخصه دیگه نگم براتون. هر جا که آبادی هست، البته الان تا حدود زیادی تخریب شده، ولی خب حالا یه فانوس دریایی در اون انتها هست که بریم با هم ببینیمش و امیدوارم که شما هم حظ بصری ببرید. خب و اما رسیدیم به چراغ شب‌های طوفانی دریای انزلی. زمانی که این البته خیلی قدمت داره، دقیقا قدمتش رو نمیدونم، ولی این در شب‌های طوفانی روشنه، روش رادار هست که کشتی ها راهشون رو گم نکنند و به صخره ها نخورند. یه مسافت زیادی رو پیاده روی کردیم، آمدیم که به اینجا برسیم و خیلی باصفاست. از این منظر و همچنان یه پیاده روی طولانی میشه کرد تا اون انتها دور دست ها. و این هم فانوس دریایی روشن زیبا. این زیبایی بی‌نظیر اصلا وصف نشدنیه. بعد آرامشی که داره تو تصویر فکر میکنم متوجه صداهای اطراف هستی. اون دور دست ها، ماشین ها در حال بارگیری هستن. من اونجا یک کامیون رو میبینم و خیلی زیباست، خیلی خیلی. همراه با نسیم دریا و بوی یه خیسی. خب یه سازه خیلی قدیمی پیدا کردیم اینجا. آرایشگاه بوده سالها پیش. الان اینجوری که ما داریم میبینیم، نگاه کنیم بچه‌ها، آرایشگاه زنانه مرمر در بندر پهلوی بوده. الان این پرده هاش هم پودر شده و این سازه دست نخورده است. حالا اینکه درش بسته است، اینکه توش چه خبره نمیدونیم، ولی حالا دور تا دور اینو براتون میگیرم که ببینید. و اینها معمولا خونه هایی که اینجوری باقی میمونن، یعنی اینکه اینا حالا یا صاحبانشون نیستن یا خارج از کشور زندگی میکنن، که شهرداری انزلی نتونسته روی این ساختمون دست بذاره. خیلی جالبه چون اینجا سازه های جدید ساخته شده. خب یه دونه دیگه از این خونه های قدیمی رو پیدا کردیم که خیلی ناخوشگلن، مربوط به دوران قدیمن. اینا من فکر میکنم که سند داشته باشن که دولت نتونسته روشون دست بذاره، ولی سازه در حال تخریبه، همچنان اون بافت قدیمی خودش رو داره. واقعا زیباست و فکر میکنم شبا خیلی وحشتناک. این کل سازه هاییه که دراشون معمولا پلم شدن. حتما که توی روایت های هر شهری یه سری داستان ها در مورد اینجور خونه ها هست. یکی از دیگه از اون سازه های قدیمیه که الان این مصادرهش رو دارم روی دیوارش میخونم. مصادره کرد. خب خدا رو شکر همه چی رو بلدن خوب مصادره کنه و خیلی جالبه. اینجا شهری پر از شگفتیه. خب ما گشت گذارمون در بلوار انزلی تمام شد و
تا ماشین قراره که پیاده روی فراوانی انجام بدیم و بریم به سمت طالب آباد و حسن رود که بازار بزرگ بین المللی هست. خب رسیدیم به پارکینگ حسن رود. با یه ترافیک زیاد مواجه شدیم. به بازار بزرگ حسن رود رسیدیم. شلوغ تقریبا و اینم بازار ونوسه که تا چه سوخته. اینم مرکز خرید هپی مات که حالا بریم اگر اجازه بدن فیلم بگیریم. یه فضای اجمالی اینجوری داره. حالا من فکر میکنم بیشتر هر شهری که میرم، یعنی ایران مال تهران خیلی حسش گسترده تره. یعنی حتی اینایی که اسم در میکنن باز هم مرکز خریدای تهران خیلی بهتره، چون قبلا خب واردات صادرات بود، یه سری جنسای خارجی میومد و احساس میکنم الان تامین کنندش از بازار تهرانه. یعنی ما الان چند ساعته داریم میگردیم به همین صورت. خب دوستای عزیزم، مرسی که تا اینجا با ما بودین. امیدوارم که شما هم حظ بصری برده باشید و مرسی که اینجایید. اگر دوست داشتید حتما با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت کنین. تا درودی دیگر، بدرود.